میدونی فرق اونایی که آیفون دارن با کسایی که اندروید دارن چیه؟ ممکنه ناراحت بشید از شنیدنش، اما یه تحقیق عجیبی توی سال 2018 انجام شد که نیویورک تایمز منتشرش کرد. به این صورت بود که افرادی که گوشی اندروید دارن آدمای درونگراتری هستن و اونایی که آیفون دارن افراد برونگرایی هستن. اما یه تحقیق دیگه هم انجام شد و فهمیدن که کاربرای اندروید آدمای صادق‌تر و مهربونتری هستن و کاربرای آیفون آدمایی هستن که زیاد دروغ میگن ولی ماجراجوتر و کنجکاوتر هستن. ولی چیز عجیب‌تر اینه که اونا فهمیدن کاربرای اندروید کسایی هستن که با پولشون عاقلانه تر رفتار میکنن، چون فهمیدن اونایی که آیفون دارن 2 برابر بیشتر از کسایی که اندروید دارن روزانه خرج میکنن. مثلا 2 برابر بیشتر خرج لباس، خوراک یا لوازم آرایششون میکنن و کاربرای آیفون روزانه بیشتر سرشون تو گوشیه تا اندرویدیا. و حتی فهمیدن کاربرای آیفون روزانه 2 برابر بیشتر پیام میدن و 2 برابر بیشتر عکس میگیرن. واه، نظرتون چی بود؟ به نظرتون درسته یا نه؟ توی کامنت ها بهم بگین شما اندروید دارید یا آیفون.